ما میگیم رسول الله به جهاد تشکیل کرده است، اینا میگن به تبلیغ تشکیل کرده است. ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من نقل دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و على آله و صحبه اجمعین. در این جلسه که جلسه دوم ما در مورد شبهات سخنران محترم قندوزی ما در مورد جماعت تبلیغ هست، قسمت دیگر از سخنرانی این بزرگوار را با هم شنیدیم. این بزرگوار در این قسمت مدعی این مطلب هستند که نبی علیه السلام صحابه کرام را برای جهاد تشکیل کردند، اما جماعت تبلیغی میگویند که برای دعوت تبلیغ تشکیل کردند. در جواب این بزرگوار ابتداءً لازمه بنده این مطلب را به شما بگم که مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمت الله علیه در همین کتاب تبلیغ بالیقین کار نبوت صفحه 518 از ایشان نقل کردن که نبی علیه السلام در کل مجموعه احادیث 19 الی 27 سریه یا جماعت های را برای اطراف فرستادن که در کل جماعت هایی که نبی علیه السلام فرستادن و در ذخیره احادیث اهل سنت والجماعت وجود داره 19 الی 27 روایت بعث مقاتلا آمده. یعنی نبی علیه السلام 19 الی 27 جماعت برای قتال با کفار فرستادن. یعنی به غیر از این هر جماعتی که فرستاده شده و هر گروهی که فرستاده شده برای دعوت الی الله بوده. و در حقیقت از دعوت از فرستاده شدن جماعت ها برای جهاد قتال هم در حقیقت دعوت برای فرستادن برای دعوت الی الله بوده. چرا؟ چون وقتی که نبی علیه السلام جماعت ها و گروه های را برای قتال علیه کفار میفرستادن، 3 تا امر را برای همونا در جلوی صحابه اعلام میکردن که شما وقتی که در گروه کفار قبل از قتال میفرمودن که شما 3 تا امر را با همونا برسانید. اول دعوت الی الاسلام بدین، یعنی باید دعوت بدین اینا را به طرف ایمان، به طرف اسلام، به طرف قرآن، به طرف براءت از شرک و کفر. اگر قبول کردن که بسلام، پس جنگ و دعوای وجود نداره. اگر این را قبول نکردن پس باید جزیه را قبول بکنن و اگر این مورد هم قبول نکردن پس اینجا بحث قتال و کشت و کشتار جلو میاد. پس در حقیقت از تمام جماعت هایی که نبی علیه السلام برای اطراف فرستادن در اصل به طرف دعوت تبلیغ فرستادن و اگر چنانچه دعوت تبلیغ را قبول نمی کردن در این صورت بحث قتال و جنگ خونریزی پیش می آمد. حالا اینجا مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمت الله علیه این بزرگوار فرزند بزرگوار مولانا الیاس رحمت الله علیه هستند که بعد از پدر بزرگوارشون جانشین ایشون در مورد کار جماعت تبلیغ شدن. این بزرگوار میفرمایند که در مجموعه ذخیره احادیث 19 الی 27 جماعت در همین در الفاظ احادیث آمده که بعث مقاتلا، یعنی برای قتال اینا رفتن، برای همین منظور رفتن. اما دیگر جماعت ها همه خالص برای دعوت و تبلیغ بوده. حالا برای صحبت عموم مسلمان ها اینجا بحث جنگ بئر معونه میاد. جنگ بئر معونه جنگی است بسیار معروف، اکثر مسلمان هم اینو شنیدن. شما کمی دقت کنین اینجا متوجه میشین که این فرموده این بزرگوار که فقط نبی علیه السلام فقط برای جهاد تشکیل کردن، این حرف بسیار اشتباهیه. چنانکه علما نقل کردن که شخصی به نام عامر بن مالک از قوم بنی عامر از ساکنان نجد تشریف میارن پیش نبی علیه السلام. منافقی بوده به ظاهر مسلمان و با الحاح و اصرار از نبی علیه السلام تقاضا میکنه که یا رسول الله جماعتی را، گروهی را برای من شما تدارک ببینید که قوم من ایمان آوردن و اینا منتظرن که شما قرآن و اسلام و دین و دیانت را به اینا یاد بدین. نبی علیه السلام بعد از این که
حرف این بزرگوار شنیدن، با اینکه فرموده بودن که من میترسم که این شخص به صحابه من ضرری برسانه، با همین حال 70 نفر از قرا قاریان قرآن را که اکثر این از انصار بودن و چند نفر از مهاجرین بودن به همراه همین شخص میفرستن به طرف قوم بنی عامر که ساکنان نجد بودن و در اونجا اکثر این صحابه را همین قوم خیانتکار که برای این قوم برای دعوت تبلیغ رفته بودن، همین قوم را، همین جماعت قرا را شهید میکنن، نعوذ بالله. پس فرموده این بزرگوار که نبی علیه السلام فقط برای جهاد تشکیل کرده، این اشتباه بزرگی است. و همینطور که مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمت الله علیه در حیات الصحابه کسی میخواد بره نگاه کنه صفحه 213 جلد 1 اینجا عنوان بیان کرده ارسال الصحابه الافراد والجماعه للدعوه، یعنی فرستاده شدن صحابه کرام رضی الله عنهم به تنهایی و به صورت گروهی برای دعوت الی الله. پس این چیزی هستش که از ذخیره احادیث برای ما ثابت است و گفته این بزرگوار که میفرمایند که ما با سند گپ میزنیم، این حرفی هستش که بدون سنده، بدون تحقیقه. البته اینجا شبهه پیش میاد که شاید کسی بگه نبی علیه السلام به طرف قوم بنی عامر جماعت قرا را فرستادن، برای اشخاصی فرستادن که چیزی نمیدانستن، حالا که مسلمان همه میدانن و اونا که نمیدانستن اینا را فرستاده نمی‌رسن که به اونا یاد بدن. پس امروز که مسلمان ها میدانن، پس چه نیازی به فرستاده شدن جماعت های تبلیغی برای مسلمان ها است؟ برای برادران گرامی این شبهه‌ای است اکثرا در ما بین مسلمان ها گفته میشه. متاسفانه این حرف هم حرف درستی نیست. چرا؟ چون هر کسی کلاه خودشو قاضی قرار بده، بفرمایید در محله خودتون، در شهر خودتون، در منطقه خودتون دور بزنین، از اول محله شروع کنین، در به در بزنین و از هر شخصی که بیرون میاد از ایشان تقاضا بکنین که بزرگوار شما مسلمان هستین، لا اله الا الله محمد رسول الله گفتین، شما ترجمه همین لا اله الا الله را برای ما بگید. ببین چند درصد از مسلمان ها فقط همین ترجمه را میدانه. چه کسی 40 فرض را میدانه، 40 فرض عینه، همه باید بدانن و همه باید به اون عامل باشن که امر معروف نهی از منکر یکی از همون است. حالا امروز مسلمان امر معروف نهی از منکر کلا ترک کرده. جماعت تبلیغی، بنیاد جماعت تبلیغی برای همین است که همین 40 فرضی که در آن اخلاص هست، 40 فرضی که در آن وظایف فرایض وضو هست، فرایض غسل هست و فرایض تیمم هست و امر معروف نهی از منکر است. بنیاد این جماعت برای همینه که مسلمان همین مراحل ابتدایی مسلمانی و ایمانی و قرآنی خودش یاد بگیره. پس این گفتار که امروز مسلمان هم میدانن، این حرف بسیار اشتباهیه. حالا فرضاً بدانن آیا باز فرستادن گروه های جماعت تبلیغی به طرف مسلمان ها آیا گناهی داره؟ نه. همین رسول خدا صلی الله علیه و به طرف صحابه، به طرف مسلمان ها فرستادن، به طرف کفار هم فرستادن. پس این گفتار هیچ سنخیتی و هیچ مطابقتی با قرآن نداره. تقاضای قرآن چی هست از مسلمان ها؟ ببین برادران گرامی، دو تا وظیفه ما داریم، یک وظیفه خصوصی و یک وظیفه عمومی. وظیفه خصوصی همین نماز هست، ذکری هست، زکاتی هست، عشری هست، تلاوتی هست. خلاصه همین وظایف عمومی که ما به نسبت خودمون و خانواده خودمون داریم. کسی اگر این وظایف خصوصی خودش رو انجام نده، این شخص مسلمان باقی نمیمانه، از دایره اسلام خارج میشه. نعوذ بالله اگر یک کسی مبارز انکار بکنه، بله هیچ کدوم را انکار نکنه، ما میگیم مسلمانه، اما این مسلمانی که نه نماز هست، نه ذکری هست، نه تلاوتی هست، این به چه دردی میخوره؟ این وظایف خصوصی. و ما هر مسلمان یک وظایف عمومی داره به نسبت خانواده، به نسبت محله، به نسبت روستا، به نسبت جامعه، به نسبت کل امت اسلام. و همینه صحابه کرام رضی الله عنهم وقتی که میان به دربار رستم، اونجا وقتی که رستم میپرسه که شما را برای چی فرستادن، صحابه کرام رضی الله عنهم طبق تعلیم نبی علیه السلام فهمیده بودن که اینا را الله تعالی مبعوث کرده. به قول ابوالحسن علی ندوی رحمت الله میفرمایند که در تاریخ نبوت در انبیای گذشته فقط یک بعثت به وقوع پیوسته که همون نبی خودش مبعوث می شده، اما در این امت دو تا بعثت شده، یکی خود رسول خدا صلی الله علیه و و دیگری امت رسول خدا صلی الله علیه و. برای همین مطلب بود که وقتی که در حجة الوداع 124,000 اندی صحابه اونجا جمع میشن، نبی علیه السلام اعلام میفرمایند که بلغوا عنی ولو آیه، هر چی که از من شما شنیدین اینو برسانین به هر کسی که حالا میخواد باشه. اسلام ایمانو شما باید صادر کنین به طرف کفار. پس همین برادران گرامی که اگر ما
چنین حرفی را بزنیم که فقط ما باید به طرف کفار بفرستیم به طرف مسلمان ها، این حرف بسیار حرف اشتباهی هست. ما باید ببینیم که قرآن از مسلمانی چه تقاضایی داره. تقاضای قرآن چیه؟ بله، من مطلبی داشتم میگفتم وظایف عمومی، وظایف خصوصی را گفتیم. وظایف عمومی مسلمان به نسبت جامعه است. همینطور که در سوره والعصر این مطلب کاملا واضحه. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اینا وظایف خصوصی هستند. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینا وظایف عمومی هستند. به نسبت دیگران باید ما حق را توصیه بکنیم، راه درست را باید به دیگران ما نشان بدیم. چنانکه در قرآن میاد للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای کسانی که نیکوکاری بکنن در این دنیا نیکی هست. الله متعال نفرمودن للذین حسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای کسی که خوب باشن، برای اون کسانی که خوب باشن در این دنیا خوبی هست. نه، الله متعال چنین حرفی نفرمودن. فرمودن که للذین احسنوا، برای این کسانی که نیکی بکنن به نسبت افراد دیگه. این صیغه متعدی هست. لذا چنین حرفی که گفتن که مسلمان ها امروز میدانن، این حرف بسیار بسیار اشتباهیه. کی میدانه؟ بله میدانیم چیزی، اما چیزی که نمیدانیم خیلی بالاتره و بالاتر از همه ما همین وظیفه امر معروف نهی از منکر را نمیدانیم و اگر بدانیم طریقه اون را هم درست نمیدانیم. برای همین است که علمای جماعت تبلیغ برای علما سال گفتن که باید سال بیان علما. برای چی؟ برای اینکه 10 سال 12 سال درس خواندن، حالا بیان طریقه تعلیم همین درسی را که خواندن یاد بگیرن چگونه با بین مسلمان ها، چگونه با بین کفار بیان دعوت و تبلیغ بکنن. خب قسمت دیگر از سخنرانی این بزرگوار را میشنویم و همینطور انشالله قسمت بیریم جلو تا ببینیم گفته های دیگر این بزرگوار آیا مطابق مذهب حنفی هست، آیا مطابق قرآن و سنت هست، آیا مطابق شریعت اسلام هست یا خیر.